طبق اطلاع ستاد فوری مقابله با کرونا ویروس در روسیه حد اکثر نوی گرفتاران کووید 19 در یک روز ثبت شده است. شبانه روز گذشته در روسیه 40096 نفر گرفتار این وبای عصر شده است. در مجموع از اول همگیری تا کنون 8,392,697 حالت گرفتاری به این بیماری در کشور گزارش می شود. در یک روز اخیر در 85 منطقه روسیه 40,096 نفر مورد نوی گرفتاری به کرونا ویروس کووید 19 تصدیق شد. از جمله 3539 نفر بدون نشانه ثبت شد آمده است. در خبر یادآور می‌شویم که روز پنجشنبه 28 اکتبر در مسکو بر اثر اپیدمی کرونا ویروس تعطیل اعلان شد. همین طور کار طبابتخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مؤسسه‌های فراغتی، دکان‌های لباس، کلوب‌های فیتنس، کتابخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها متوقف شد. قبلا شهردار اعلان کرده بود که کرونا ویروس با سنسوریای بدترین در مسکو رشد می‌کند. شماره حادثه‌های نو و موارد وزن این بیماری می‌افزاید. میزان ناکفایت امگذرانی نیز یکی از سبب‌ها عنوان می‌شود. در مسکو روزهای غیرکاری از 28 اکتبر تا 7 نوامبر اعلان گشت و احتمال است که مهلت تمدید شود.